توجیکستان روز 3 آگوست خبر داد که با مساعدت این نهاد قاتلان دو شهروند تاجیکستان را در روسیه به مهلت 8 سال و 6 ماه محکوم به زندان شدند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات دادستانی کل از جمله 15 دکبر سال 2019 از روسیه جسد زاده شهر نورک داوودوف گلمحمد تغویویچ سال تولدش 1963 با علامت‌های مرگ مجبوری به تاجیکستان آورده شد. دادستانی کل تاجیکستان از دادستانی کل روسیه خواستار به جوابگری کشانیدن قاتل این شهروند تاجیک شد و در نتیجه گمانبر برژنیو بازداشت شده است. در جریان تفتیشات معاین کرده شده است که این زن در نتیجه مناقشه به وجود آمده با کرد به شکم داوودوف 4 ضربه زده است و داوودوف به علت جراحت وزنین برداشته‌اش جان باخته است. با حکم سود شهر زوینیگورود ولایت مسکو از 13 اپریل سال 2021 برژنیو به 8 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم شده است. همین طور 17 سپتامبر سال 2019 از روسیه جسد زاده نویه با باجون غفورف ولایت سوخت کریموف ارکینجان عبدالرحیمویچ سال تولدش 1970 با علامت‌های مرگ مجبوری به تاجیکستان آورده شد. با گمان صادر کردن این جنایت شهروند کنزاروف بازداشت شده. او با حکم سود نویه سیمونوف شهر مسکو از 8 اپریل سال 2021 به 8 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده شده است. دادستانی کل تاجیکستان با نشر این دو خبر گفت از جانب این نهاد هر یک حادثه با علامت‌های مرگ مجبوری شهروندان در خارج تحت نظارت مخصوص گرفته شده. در آینده نیز تمام چاره‌های ضروری برای پیشگیری چنین حادثه‌ها اندیشیده می‌شوند.